سرخط خبرها 270,000 یورو به ضرردیدگان در مرز. نقشه دعوت به ارتش 65% اجرا شده است و به مبلغ 17 میلیون دلار برق فروخته شد. سلام، روزتون بخیر بود. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 25 اکتبر. اتحادیه اروپا با جبردیدگان مناقشه مرزی در قرقیزستان و تاجیکستان بیش از 270,000 یورو کمک بشردوستانه می دهد. دفتر مطبوعاتی اتحادیه اروپا با پخش اطلاعیه‌ای گفت کمک مذکور برای دستگیری تقریباً 12,000 نفر در برخی از مناطق از هم آسیب دیده ولایت باتکن قرقیزستان و ولایت سوغد، اینچنین وادی رشت و ناحیه لخش تقسیم خواهد گشت. با اطلاع منبع این کمک‌ها به خصوص به آنهایی که خانه‌های خود را از دست دادند پیشنهاد کرده می شود. در پی مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 10 منزل ساکنان ویران شده. بنا به معلومات رسمی 41 نفر از جانب تاجیکستان و 59 نفر از جانب قرقیزستان کشته شدند. دو طرف یکدیگر را به شروع جنجال و تجاوز به خاک یکدیگر گناهکار کرده آثار درگیری را به کشور و سازمان‌های خارجی نمایش دادند. دوام ماه سپتامبر سال جاری تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ زیاده از 17 میلیون دلار و از آغاز سال باشد حدود 100 میلیون دلار نیروی برق انتقال داده است که 11.5% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2021 بوده است. در این باره آژانس آمار کشور اطلاع می‌دهد. این در حالی است که ساکنان دهاتی تاجیکستان از اول دهه آخر ماه سپتامبر سر کرده از محدودیت انتقال نیروی برق شکایت می‌کنند. شرکت برق تاجیک هفته گذشته در مراجعات خود به استعمالگران محدودیت استفاده برق را کمبودی ذخیره آب در رابطه با کم آبی، اینچنین برگزاری کارهای تعمیر و نوسازی گفت. اما پرزیدنت امام رحمان روز گذشته در شهر نورگ اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. امام رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و راهبران شهر نورگ گفت بحران انرژتیکی خاص بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. با وجود آنکه بعضی از ساکنان میگویند در شرایط بدی زندگی دارند و برای روزگذرانی پول نمییابند، رئیس جمهور هر دفعه درباره ذخیره 2 ساله غذا تاکید میکند. شما در خانه چی ذخیره دارید؟ آیا ذخیره آذوقه شما برای 1 سال یا 2 سال بسنده است؟ همکاران ما با این سوال به ساکنان مراجعت کردند و پاسخ آنها را یکجا می‌بینیم. معاش میگیرم، میرم میخرم یا میخرم با تا معاش دیگر میگم میکنم تمام. ذخیره ندارم؟ نه. معاش تو چی میرسد؟ معاش همون یک قبچه ارد، با مایده چوده کرچکه پیاز خیلی ارد، روغن خیلی ده. همین سبچه استعمالی خوراک تو چی دارد دسترخوانتون؟ نون داره. شما چیزی که در همون حیات چیزی داشته باشم رو میکنیم میخریم تمام. نرخ نوا چقدر باشه؟ نرخ نوا خاک قیمت چی میکنیم بچه نمو پولمون میگیریم میریم میخریم. کرچکه و پیاز دیگه ذخیره چیکار میشه؟ ارده پیش میخریم. میرادم 2 قبچه ارد میگیریم. 25 کیلو روغن میگیریم، خیلی 10 کیلو گوشت میراد، بود دیگه چیزا هم 5-6 هزار راچتش. در مورد خانه برو خیلی امراسیه بچه کار میکنه، مخدم نفقه خیر. شاید هم پیاز کرچکه چی در بربو ذخیره که همه میگیریم، ای دستمو میخریم، چیکار کنیم دیگه؟ بیننده های عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه نظرهای خود را به ما نویسید. وزارت مدافعه تاجیکستان خبر می‌دهد که دوام 20 روزی اول دعوت تیرماهی نقشه دعوت علاقه 62% اجرا شده است. با اطلاع منبع دوام این معرکه کمیسیه‌های دعوتی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اجرای نقشه را به 70% برابر نمودند.
به همین ترتیب دعوت و گسیل سربازان آینده در شهر دوشنبه 67%، در ولایت ختلان 63% و در ولایت سوخت باشد 50% را تشکیل می‌دهد، گفته می‌شود در اطلاعیه وزارت مدافعه. دعوت تیر ماهی جوانان از 18 تا 27 ساله بر ارتش از اولین ماه اکتبر جریان دارد. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می‌کنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می‌برد. ساکنان میگویند همچنین گزارش‌ها درباره علت عقوبت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. وزارت رشد رقمی قرقیزستان مشکلی دسترسی به اینترنت را شرح داد. در آن کشور دسترسی به اینترنت صبح 24 اکتبر مشکل شد. به اطلاع وزارت در یکی از خطهای اساسی اینترنت صدمه رخ داد و به این دلیل مشکل سر زد. پیشتر از این شرکت تامین کننده اینترنت در قرقیزستان میگاکوم از صدمه جدی خبر داد که قسمی از مشتری ها را به اینترنت گذاشته است. ضمناً چند از کاربران رادیو آزادی هم به ما نوشتند که صدمه به کار اینترنت در تاجیکستان به تاثیر نماند. به نوشته کاربران سرعت به این هم پست اینترنت در تاجیکستان دوامی چند ساعت باز هم ضعیفتر گردید. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرامان بخوزاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 25 اکتبر بخبر نمانیم. 25 اکتبر سال 1961 عنوان‌های دولتی شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان پیدا شدند. این رتبه‌ها برای آثار پسندیده و کارهای جمعیتی در سال روزهای جشنی ادیبان داده می‌شوند. برندگان آن هنگام بازنشستگی نفقه علاوه‌ای خواهند گرفت. عنوان‌های سال 1961 پس از فروپاشی شوروی نیز نگاه داشته شدند و از آن وقت تا حالا بیش از 50 ادیب خلقی عنوان شدند. رسام معروف تاجیکستان دیوید الیابویف روز 25 اکتبر سال 2007 به آثارخانه ملی تاجیکستان 24 اثر خود را تقدیم کرد. رسام معروف بعد سال 1993 مقیم اسرائیل شد و یک سال پیش از مرگش سلسله نقاشی‌های او در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیابویف گفته است به نشان احترام بی اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم می‌کند. الیابویف در تهیه اکثر فیلم‌های تاجیکستان شوروی از جمله قسمت شاعر و رستم و سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانووا در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سر آسیای دوشنبه به خاک سپردند. حنیفه مولانووا در اپراهای پولاد و گلروی شراف‌الدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیوتر چایکوفسکی، نیرنگ‌های میسره سلیمان یوداکوف و دیگرها نقش آفریده در 6 مقام سرایی هم هنری بالا داشت. با عنوان افتخاری هنرمندی مردمی اتحادیه شوروی نویل گشته، سهم او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاق و شایسته مولاجان و معروف خوجا بهادورов، احمد باباقولov و ده‌ها دیگرها یاد می‌کنند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، تشکر که ما را همراهی کردید. همکارانمان تا چند ساعت دیگر شما را در برنامه سرخط انتظارند. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.